السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم خوب و صحتمند باشین و همچنان یک روز خوب و خوش را، یک سال جدید را، یک هفته جدید را و یک ماه جدید خوب را آغاز کرده باشین. چنان که روزهای هست، ماههای هست، سالهای هست که ما همیشه وقت دچار غم و اندوه گناه می شویم. پس ما زمانی که گناه را مرتکب می شویم چی کارهایی را انجام بدهیم تا این گناه های من را محو کند و یا هم این گناه هایی را که انجام دادیم این سبب نشود که ما همیشه وقت غم و اندوه داشته باشیم و یا هم گناهان من را چی کارهای محو می کند. پس از جمله 10 کاری که ما می توانیم گناهان خود را محو کنیم، گناهان ما از بین برود و رضایت الله متعال را کسب کنیم، او 10 گناه چی هست؟ اولینش توبه کردن هست. توبه کردن به نزد الله متعال هست. الله متعال کسانی که توبه میکند، الله متعال کسانی که از الله متعال طلب بخشش و مغفرت میکند زیادتر دوست دارد. چنان که الله متعال میفرماید یحب التوابین و یحب المتطهرین. الله متعال توبه کنندگان و پاکان را دوست دارد. اگر ما متوجه این که پا باشیم، اگر ما متوجه آیات و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم باشیم، پس ما گناه را کم انجام میدهیم. توبه کردن به درگاه الله متعال عاجزی ما را نشان میدهد. توبه کردن به سوی الله متعال این را نشان میدهد که ما یک بنده عاجز و ناتوان هستیم، پس تو الله بزرگمان هستی. پس ما زمانی که اگر ما مقایسه کنیم پیش پدر و مادر خود، اگر ما عاجزی را نشان بدهیم، اگر ما عجز و ناتوانی را اختیار کنیم، پس پدر و مادر ما چقدر مهربان می شود و یا هم چقدر مهربان می باشد با ما. پس الله متعال که رب مادر ما هست، که رب پدر ما هست، پس او مهربان تر از پدر و مادر ما می باشد. پس چقدر ثواب را کسب می کنیم، چقدر ثواب را، اجر و ثواب و پاداش را کسب می کنیم. چنان که داستان های مختلفی می باشد که یکی از داستان هایی که در ریاض الصالحین آمده، چون که شخص بود 99 قتل کرده بود، نزد یک راهب، نزد یک عالم رفت و فرمود که من 99 قتل کردم، آیا من بخشیده می شوم؟ او راهب چی فرمود؟ گفت نه خیر، تو 99 قتل کردی، پس تو چی گونه بخشیده شوی؟ او راهب باز هم جگرخون و امو شخصی که قتل کرده بود جگرخون شد و او راهب را هم از بین برد. گفت من که در 99 قتل و یا هم کشته هایی که انجام داده من بخشیده نمیشم، خیلی تو هم صدوم قتل را باز هم انجام داد. زمانی که از اونجا بیرون شد نزد عالم آدرس دادن و یا هم جستجوی عالم دیگری بود. زمانی که پیش عالم دیگر رفت گفت بله تو چرا بخشیده نشوی؟ الله متعال همیشه وقت توبه کنندگان را دوست دارد، پس تو حتما بخشیده میشوی. او رفت نزد عالمی که قصد داشت به پیش عالم برود و یا هم نزد کسی برود که او را راهنمایی کند و یا هم کسی که او را بگوید که الله متعال تو را میبخشد. طلب مغفرت، همیشه وقت طلب مغفرت کنید و یا هم طلب بخشش کنید از الله متعال. زمانی که در جریان راه بود و یا هم در جریان مسافرت بود، نزدیک راه رسید، نزدیک جای مکان رسید که نزد عالم نزدیک شود. زمانی که نزدیک شد فوت کرد. پس ملائکه های رحمت و ملائکه های غضب آمدند و ملائکه های غضب میگفت این مربوط من می شود، ملائکه های رحمت میگفت من باید نامه اعمال زیر بنویسم و یا هم این مربوط من می شود. زمانی که اینا جر و بحث داشتن، اسرائیل علیه السلام به یک شکل دیگر آمد و یا هم آمد و بر اونا گفت زمانی که ما را بلیست میکنیم، اگر هر جایی که بلیست نزدیکتر شد پس این شخص مربوط از اون می شود. یک بلیست نزدیکتر به جایی شده بود که به خاطر توبه رفته بود، پس او بهترین از بندگان شمرده شد. پس ببینید زمانی که یک شخصی که به خاطر توبه کردن، یک شخصی که فقط قصد توبه کردن رو میکند، پس چقدر محبوب هست نزد الله متعال. با یک بلیست بخشیده می شود، فقط به این قصدی که من بروم و بخشیده شوم، بدون اعمال، بدون اذکار، بدون کدام عبادتی که نزد الله متعال انجام بدهد او بخشیده شد. پس ببینید اگر ما طلب مغفرت کنیم، شبها بی زنده‌داری کنیم، شبها به خاطر ای که اشک بریزیم که الله متعال ما رو ببخشد، آیا الله متعال ما رو نمیبخشد؟ پس این بود یکی از ویدیوهایی که راجع یکی از شرط و یا هم یکی از قوانینی که گناهان ما را محو میکند. پس منتظر ویدیوهای بعدیمون باشین که راجع به بخشش و یا هم طلب بخششی که ما چی گونه از الله متعال طلب بخشش کنیم و چی کارهایی را انجام بدیم که مورد خوشنودی الله متعال باشید و همچنان چینل ما را از رهرمان دانایی را سابسکرایب کنین. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.